طولی نخواهد کشید که زمین وارد یک تاریکی جدید میشه و اتفاقات بعد دوباره قرار برای همه مردم دنیا بیفته. اینو من نمیگم، اینو لیل عبداللطیف میگه توی جدیدترین پیشگوییاش که قراره درباره ایران و جهان گفته رو با هم دیگه بررسی و تحلیلش کنیم. توی جدیدترین پیشگوییش گفته شده که یک ایران، کشور ایران توی یه رویداد خیلی بزرگ توی تهران شکل میگیره. ولی یه رویداد، یه اعتراض، یه چیزی توی تهران شکل میگیره و میلیونی آدم در میاد که اینو پیشگویی کرده و یه ذره مشکوک میزنه. کلا تمامی پیشگوییاش داره مشکوک میزنه که واقعا چرا خیلی قشنگ زده تو خود و بی‌احترامی نباشه خود پیامبرم اینجوری بهشون الهام نمیشده که اینقدر قشنگ میزنه تو خال و همه چیزو درست میگه. و حتی درباره مستقل شدن فلسطین هم گفتش و گفته که جنگ بین غزه و اسرائیل تموم میشه و اسرائیل دیگه نمیزنه غزه رو بتره کنه. و دیدیم بالاخره بینش آتش بس شد و دیگه جنگی نخواهد شکل گرفت. شاید هم واقعا از خدا چه پنون شاید شد و این اتفاق افتاد دوباره با هم دیگه درگیر شدن که درباره حزب الله و لبنان هم پیشگویی کرده که خلع سلام میشن و بعد از درگیری با اسرائیل خلع سلام میشن و کار تموم میشه. حالا با اینا کاری نداریم، میریم سراغ ایران خودم. لیل عبداللطیف میاد قشنگ میگه که تنش‌های بین ایران و اسرائیل دوباره شدت میگیره و درگیریشون دوباره بالا میگیره که بین ایران اسرائیل و آمریکاست که این اصلا نیاز به پیشگویی نداره. هممون میدونیم جنگ قرار دوباره شروع بشه ولی خب زمان مشخص رو نمیدیم. خودش هم گفته نمیدیدم. خب خودمون میتونیم قرار جنگ بشه که زحمتش چرا میکشی. حالا از این صورت به بعد ایران و اسرائیل قرار تنش‌های زیادی با هم دیگه بگیرن، تنش امنیتی زیاد و گفته که پهپادها و موشک‌های جدیدی رو با هم به هم دیگه نشون میده که اصلا دنیا به خودش ندیده و درگیر خیلی بالا شدت میگیره. بعد از اون دوباره با هم دیگه یه ذره میاد پایین و دوباره درگیر میشن. و آره و به خاطر همین به ایران حمله میکنه که بخواد تو میدید یه چیو نابود کنه. خود تو قشنگ میدونی میاد زیاد بگم آقا میرسیدم یه ذره چیزه بدتری میاد سرمو خوردم و آری پرام زدم گرفته. حالا به غیر از اینا بریم سراغ پیشگویی بعدیش، بازم درباره ایران. پیشگویی بعدی جنگ جهانی سوم رخ میده. اصلا این چه ربطی به ایران داره؟ درسته واقعا چه ربطی به ایران داره؟ برای اینکه جنگ جهانی سوم شروع بشه 100% ایران توش هست و واقعا ربطی هم داره به ایران و درگیرش رو گفته که سوء تفاهم نشه و تمشون همه کشورها تو این جنگ نیستن و فقط کشورهای چطور میگه خودتون میدونید کدوم کشور اونا هستن که چین و روسیه و آمریکا و ناتو و این دوستا یا که 100% هستن و وجود دارن توی جنگ جهانی سوم. و گفته که وقتی ایران اسرائیل رو بزنه یا اسرائیل ایران رو بزنه تشعشعات هسته‌ای به کشورهای عربی نمیرسه و نگران نباشن. که این هم که به ما ربطی نداره، یه پیشگویی که خودش کرده. امیدوارم دیگه جهانی سوم شروع نشه. یه وقتایی فکر میکنم این پیشگویی نیستا به خاطر یه جور برنامه‌ریزی شده است که میان به چند نفر میدن که اینا بیان این حرفا رو بزنه. یه وقتا این حسا رو میکنم ولی خب شاید دروغ باشه. خود نظر خودتون تو کامنت ها بنویسید و ایده‌ام لایک کنید. و توی پیشگویی بعدیش میگه که چطور میگه یه فرد مذهبی به شدت بزرگ میمیره و بعد از اون چطور میگن میگه که تو ایرانه. اول میگه جهانی بعد میگه ایران. حالا نمیدونم کدومشه، شاید بخواد بپیچونه قضیه رو. به نظر خودتون چیه واقعا ایران یا یه فرد مذهبی جهانی که هر کسی میتونه باشه که شاید قضیه رو پیچونه متخصصی دید جمع جورش کنه. حالا باید ببینیم در ادامه چی خواهد شد و بعد به زمان بسپاریم ببینیم چیکار میتونه بکنه. و توی یه پیشگویی که کرده گفته توی خلیج فارس هم درگیری هم میفته و خودش نمیگه خلیج فارس، میگه خلیج. ما میگیم خلیج فارس. چرا میگی؟ چون که دوست داریم. خلیج هم که فارسه، اسمش روز خلیج فارس. تموم. خب حالا زیاد از بحث دور نشد، بریم سراغ بقیه‌اش. پیشگویی بعدی درباره پاندمیه. اصلا اسم پاندمی میاد یاد 2020 میافتم. میاد میگه که کرونا یا همون پاندمی 2020 قوی‌تر از 2 3 سال 5 سال همینجا قبل دوباره قوی‌تر برمیگرده و زد نصف دنیا رو به باد میزنه، بیشترش رو به باد میده. این یکیش و همتون گفته آنفولانزا پرندگان هم قراره بیاد. این دو تا یکیشه. شاید اصلا ویروس زامبی اومد. دیدی دفعه صحبت قبلی دیدی زامبی ها ریختن تو کوچه خیابون. امکانش هست یا کرونا مثلا اسمش میگم نبند یوتیوب ما رو. آنفولانزا پرندگان یا ویروس زامبی. از این سه تا یکیشه که من احتمال بیشتر یا آنفولانزا پرندگان دارم برای پاندمی بعدی. از این واکسن و اینجور چیزا با هم دیگه مرتبط هست. آره دیگه قضیه واکسن و اینجور چیزا با هم یکی میشن، یه زد هم یه مرتبط اصلا. حالا از بحث پیشگویی بگذرید،
این خانم لیلا کلا هر چی میگه درست میزنه. اینا یه اسنایپر فوق حرفه‌ای میزنه تو آتا کلا درست تو خال. یعنی انقدر درست حدس میزنه. میگه کلا من کوکو پرام ریخته. از جنگ بین اسرائیل و قطر بگیر تا آتش بس بین غزه و اسرائیل و گفته که حزب الله همون برای لبنان باهاش درگیر میشن، بعد اون خل سلاح میشن و کلا کار جمع میشه و اردن هم میاد و چطور میگن یه باند قاچاقچی خیلی بزرگ اسلحه رو میگیره و کار تموم میکنه. حالا یه چی و همینطور میاد میگه با میانجیگری عرب، کشورهای عربی، ایران و اسرائیل با هم دیگه دوست میشن، ولی زیاد پایدار نیستش. اینم فکر نکنم بشه. شاید هم بشه بین قبل عمان بتونه کارو در بیاره و کلا یه کارایی بتونه انجام بده و دوباره دوستی رو بین اینا بیاره، که دوستی هم که یه ذره نمیشه گفت. حالا پیشگویی ها بیشتر از این داشته که توی چتا میگه 7-8 دقیقه نمیتونیم جمعش کنیم. بالای چقدر زمان میخواد تا بتونیم اینو کلا جمعش کنیم و یه جوری بکشیمش بیرون، چون که خیلی زیاد پیشگویی کرده و بیشترشون هم درست از آب در اومده. گفته 11 سپتامبر موقع که بچه بوده بهش الهام شده بود و چون که فکر میکرد هیچ الکی و بچه و خیاله، ازش همجوری گذشت و از به پدرش فیس برده این الهامه، ولی از اون موقع بعد درست در اومده. الان نظر شما چیه؟ کامنت ها بنویس. حالا به غیر از این حرفا یه پیشگویی داره که میگه یکی از رهبران اسلامی ترور میشه و میزنم این ترکوننش و میمیره. حالا من یه نفرم به نظرم 2-3 نفر تو ذهنم هست، یکی زولانه یکی بن سلمان، چه به نظرم اینه یه ذره احتمالشون بیشتره. خب بچه‌ها مرسی تا ویدیو دیدی. این پیشگویی که داشت پیشگویی زیاد داره، تو پارت 2 براتون میذارم، حتما ساب کن، زنگوله رو بزن. تا ویدیو بعد، بای.